باشه نمیفهم که چی گپ است ولی از وقتی که این دفعه از مسافری اومدیم خوب نیستم. خدا نکنه چی شدید؟ خداوند همیشه جور داشته باشه هر وقت بعد از این. چرا بعد از این؟ به خاطر که بعد از چند ماه پدر میشی. راستی؟ گوش کن خیلی تو کس یک دفعه همراه مادرم پیش دکتر برو شنیدیم در این روزا معاینات حاملگی در کلینیک قدیم هم اجرا میشه. ها غیر از معاینات حاملگی دیگه معاینات هم انجام میشه. سلام علیکم دکتر صاحب. و علیکم سلام. بیاین بفرمایید مریض بیا اینجا بشینه. دکتر صاحب اگر رضای خدا باشه سونیم در نظر معامله معلوم میشه. اگر شما یک دفعه معاینه‌اش کنید. این خب بسیار گپ خوب است. معاینات حاملگیش برش خواد کردیم و بعض معاینات دیگران درست است. میره بگیرین و بریم لابراتوار. باشه کیست؟ سلام. و علیکم سلام. معاینات تکلیف کنید. مژده خوش برات دارم. خب دکتر صاحب دایش خوب پیدا نکو. اگر نیبر بچیم زن کم نیست. مادر جان از خداوند خیر بخوای. اگه دان تا به خیر واس کنی خوب خواد بود. اگه اجازه میتین ای گپ براتان بگویم. اگه خواسته باشین جداگانم گفتم میتونم. دکتر صاحب چرا جداگانه؟ من خوشوش هستم. خانم بچیم است. این چی گپ است که از من پوت است؟ دست بگوی. خورک خدا را شکر است. خداوند آغوش تو را پر خواد کرد. مگر گپ خرابی است که تو یک مریضی دگام داری. دکتر صاحب مریضی یا مریضی بد؟ هر مریضی بد است
مگر مریضی از این زیادتر بد است. نام مریضی ایدز شنیدی؟ این مریضی ایدز است و بدیش بسیار دایی است که ممکن شوهرش مریضی را گرفته باشه و خدا اینا خواسته شاید شوهرش مریض باشه. دکتر صاحب جور ناجور را بشناس. سر بچه جور تیارم. نام مریضای خراب نمان. بخی که بریم دختر. خواب دودان که به مریضی بچه واز میشه. من میگم زبانشان بسوزه که گپا دیگه از زبانشان نبیاید. برستی پیش پایت سایکو. او دختر ما را چقدر شرمنده ساختی. کاش که میمردی. مگم سر مرخ پیش مردم پایین نمیکدی. مرا بکشین مگم این نام سر من نمانی. خدا مرا از تومت نگاه کنه. تومت خو سرت بسته شد. شوهرت جور و تیار است. این تومت ناجوری ایت از کجا آوردی؟ خدا جان چرا مرا مرگ نمیتی بجای شنیدن این گپا؟ روی خدا رو ببینین یک دفعه شوهر من راضی بسندی که پیش دکتر بره. خاک ددانت چطوری گپا ددانت راست میایه؟ بچیم شکر جور تیار است تر تازه. ما چطور پیش دکتر روانش کنم؟ من این مریضی را از کجا کردم؟ چرا ناجور شدم؟ زبانم میسوزه. چی برات بگویم؟ مادر جان با خاطر خدا یک دفعه خوب بچه‌تون رو معاینه کنید. از مرگ نمیترسم. از شرم میمونم. خدا جان چرا پیش از دیدن این روز مرا مرگ ندادی؟ که شرمندگی تومت با پدر و پدر کلانایم بسته نمیشد. خدایا مرا مرگ بده. مرا بکش. گوش کن امین خانم. گپ یک زندگی خانه است. موضوع زندگی خانمت است. زندگی طفلت است. و اگه خدا نکنه تو ناجور باشی و ناجوریت معلوم نشه باز موضوع زندگی تو هم است. و دیگه ای که دیگه چی دکتر صاحب؟ دیگه ای که موضوع عزت و آبروی خانواده است. ناجوری شرم و عیب نیست و نه گناه است، بلکه گناه بزرگی خواهد بود که خدا نکنه پلوشه تو ناک متهم شود. دکتر صاحب براتون گفتم که من جور و تیار هستم. چرا مرا نمیمونین؟ بچه ما باریم درباره از معلومات گپ بزنیم که در اتاق بندیش ساختیم. اگه یکی دو روز دگام گوش نتیر کنه باز عقل در سرش خواهد آمد. باز بچه بیچاری مرا ایلا خواهد کرد. دختر خاله تو میگی که بچه جور است؟ بله دکتر صاحب بچه‌م جور تیار است مثل شکوفه گل واره. خیلی چرا میترسی؟ ببرش که معاینه شود. اونه یه خود جور و تیار است. از معاینه آدم جور و تیار چرا بترسی؟ اما اگه خدا نکنه که؟ دختر خاله حال اصل گپا گفتی. اگه خدا نکنه امین جان ناجور باشه ما کتش کمک خواد کردیم، چرا که کمک با مریض گناه نیست. گناهی است که یک زن پاک دامن به گناه متهم بسازیم. مگه من مادر هستم بچه من ملامت کردن نمیتونم. اگه ناجور باشه امو سیاروی ناجور خواد بود. دکتر جان نه بچه من در معاینه میمونم نه خودم معاینه میکنم. بخ بچه‌م که بریم.
مادر، من تصمیم گرفتم. تصمیمت گرفتی؟ حالا برات معلوم شد؟ بسیار خوب کردی. بچه حال دیگه خود از سیاروی نجات بدی. خود ازش نجات بدم؟ بله، به زندگی از خانه بیرونش کو. خانه پدرش بشانش. باز بابی سیاروش میفهمم که چطور شرمایه خود به جای کنه. تو چی میگی مادر؟ خب فهمیدم. اگه از خانه بیرونش نمیکنی نکو. گمش هم نکو. مادر مطلب چیست؟ دیگه آرسی کو. یک شاخه گل برات آرس میسازم. و دیگه چی؟ دیگه ای که خانه را در زندگی به گورش تبدیل کو. چی میگی مادر؟ این تو را چی شده؟ آه دیگه مرا چی شده؟ مرا چطور چیز نشده؟ تومتی شده. نشنیدی که میگن قصدار شوی و تومتی نه؟ تهمت چی مادر؟ تومت و سیاروی. خدا میدانه که در کجا ریخته سیاه کرده. ملامتیش به سر بچه جور تیارم بسته میشه. تومت و سیاروی. خدا میدانه که در کجا ریخته سیاه کرده. ملامتیش به سر بچه جور تیارم بسته میشه. از تهمت بسیار میترسی مادر. بله بچه، مرگش خوب است. نیکی سیاروی در این آجوری گرفتار میشد. مادر خود زنم هست نه؟ وی بچیم، زنها زیاد است. سر که باشه کلاه بسیار است. اما عزت ای زن خب عزت ای خان هست نه مادر؟ آل خموتر است. خی مادر، اگه خدا نکده خواهر ما تهمتی شوه، در این صورت از کلی که در خانواده ما بیزت میشه. اما تو نیست. چی بگویم؟ بله مادر، اما تو رس برده های قهر و کینه چشمای تا گرفته و چشمای مرا شق نادانیم پت کده و من نفهمیدم که اگه خدای نخواسته کسی بالای ما تهمت ببنده به ما به خانواده ما چی میمانه؟ مادر، میره هم خونه میفهمیدم که ماینات هیچ تاوان نداره. اگه جور باشم اون با ماینات اطمینانم یقینی میشه و اگه خدا نکنه. بس دیگه چیزی نگوی که دلم دو کف میشه. مادر صدقی. اما من میفهم مادر که مایناتم ضروری است. این ماینات راه علاج برام باز میکنه. مادر باز او خواست من نفرت نمیکنی نه؟ دیگه که پر نزن مادر صدقیت. اگه تو میگی برو بچه ماینات تا بکن، خدا نکنه اگه چی چرت میزنی بیادر؟ خدا مهربان است. متوجه صحتت باش. هیچ. فکر میکردم کار خوب کردم که معاینات خود تکمیل کردم. من میفهمیدم که خانمم پاک دامن است. این ناجوری تنها از بددامنی یا مقاربت جنسی انتقال نمیکنه. راهی دیگه انتقال ناجوری هم وجود داره. خب خیر، بی امین جان، اگه خدا نخواسته کدام روز تو کردی یا تکلیف دیگه پیدا کردی حتما به کلینیک مراجعه کن. درست است دکتر صاحب. اگر دچار کدام مشکل شدم حتما به کلینیک میرم. چرا نه؟ شما زنده باشین. خداحافظ. خداحافظ. بیاین بفرمایید.
شما؟ بله دکتر صاحب، بچیم برام گفته بود که شما را میبینه. مگم خبر نیستم که چی شده بچیم؟ بله، آمده بود. چی شد؟ خوب بود؟ من چیزی گفته نمیتونم خوار. او مریضم است و این بین ما و او گپ اعتماد است. فهمیدم دکتر صاحب. هیچ چیزی نگو. من بیخی فهمیدم. سلام علیکم. سلام، اومدی بخیر. بله آمد. راستی دکتر بر چی گفت؟ معاینات مکد و برام گفت اگر برای خودت یا برای خانمت کدام مشکل پیش میاد باز هر دویتون پیشم جوره بیاین. جوره؟ بله. حالا هر دوی ما باید پیش دکترها جوره بریم. اوه خدای بزرگ، مرا ببخش. من نفهمیدم. سر یک سیاسر پاک دامن تهمت بسته کردم. تمام ملامتی مریضی بچه ما سر از انداخت. و بدتر از همه ای که بچه ما در ماینه نمیماندم. غرور کور و زد چشمای ما کور کرده بود. خدایا اگر حال ما فهمیدم که من غلط بودم. خدایا تو شاید باشی که بچه ما سنوی هر دویشان اولادای می خانه هستن. این خانه از اوناست. خدایا اونا را آرام داشته باش. خوش آرام، خوش آرام. آمین آمین. سلام.